قبل سفر برای احتیاط رفتم دنبال کار گواهینامه. اینجا هم چمدونم آماده بود و از خونه خوشگلم خداحافظی کردم. خب دیگه من حاضر شدم، امیرم همومه، تا یه رو دیگه باید بریم فرودگاه و از خونه خداحافظی کنم، از خونه خوشگلم هم خداحافظی کردم. دلم براش تنگ میشه. برای من هنوز شکل روز اولتی، همه سازگی تو خب نشستیم توی پرواز 25 دقیقه‌ای و خیلی سریع رسیدیم. بار رو تحویل گرفتیم از اونجایی که یکی از دوستای نزدیکمونم توی پرواز بود و خیلی لطف کرد به من و منو هم که اومده بودن دنبالش رسوند و انقدر بار اینجا زیاد بود در صندوق عقب به زور بسته شد. دوباره خالی کردیم و بهتر شد. خب خونه رو تحویل گرفتم. اینجا وسایلم چی؟ تمام. خب از اونجایی که توی خونه خیلی امکانات نبوده دیگه، شب اول رسیدیم و باید اونجا رو تمیز کنم و قشنگ شورنده‌ای حرفه‌ای بزنم که بتونم یه خواب راحت برم و اینکه خود مواد غذایی و اینا واسه صبحونه فردا بگیرم. اومدم سوپرمارکت و دیگه خریدم و انجام بدم و برم خونه ببینم اولین شبی که بدون امیر قراره بگذره چجوریه. خلاصه شب اول گذروندم و بعد اومدم به عشق باشگاه و قشنگ باشگاه گردی کردم، یه ورزش اساسی. بعد یادم اومد که یه سری چیزا کم دارم، به طلبات سفارش دادم و ببین کل خونه رو سابیدم تمیز، یعنی بوی بهشت میده قشنگ. بعد داشتم با تی دستی تی میکشیدم، یهوی خواهرم پیام داد که استوری گذاشته بودم. گفت چرا با تی دستی داری تی میکشی، مگه اونجا تی نیست؟ گفتم نه. گفتش همین الان زنگ میزنی میگی که برات امکاناتی که نیست و لیست کن برات بیارن. بعد هیچی دیگه بهشون پیام دادم که اینا رو نداریم و برام بیار و شاید باورتون نشه بهشون پیام دادم از کسی که خونه رنت کرده بودم و برام یه جارو برقی نو آوردن که بعدن آنباکسش میکنم. خب میخوام ماهی درست کنم. آرد نداشتیم، سفارش دادم آرد خیلی سریع آوردن و اینم نتیجه 1.5 روز زندگی توی دبی.